در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند. به شیخ بهایی که اسبش جلو می رفت گفت: این میرداماد چقدر بی عرضه است، اسبش دائم عقب می افتد. شیخ بهایی گفت: کوهی از علم و دانش بر آن اسب سوار است، حیوان توانایی و کشش این همه عظمت را ندارد. 1 ساعت بعد شاه عقب کاروان رفت و به میرداماد گفت: این شیخ بهایی رعایت نمی کند، دائم جلو می تازد و صبر ندارد. میرداماد گفت: اسب او از این که آدم بزرگی چون شیخ بهایی بر او سوار است سر از پا نمی شناسد و می خواهد از شوق بال در بیاورد. شاه عباس به آن دو افتخار کرد و گفت: این است رسم رفاقت، در غیاب یکدیگر حافظ آبرو و عزت هم باشید. دوستت دارم.